سلام علیکم دوستان، اتچمنت اشس خواسته بودین. اینجا یه دونه اسکات ترای هارد بود، داخل آلفا سولوشون کردم اینجا. بعد اتچمنت اشس هم آخر نکن داشت خفتم کردی داشت نه هر یه انمی هم صداش در اومده بود. اینجا یاران مرده بودم، مجبور شدم کم کنم ریوشن کنم. این نفر بیشتر ریوایز نشد، صدا انمی هم در اومده بود. میرم تو این میرم تو پیغمبر این بگو چجور میزنه ناموسن بگو با بریم واسه اتچمنت. این اتچمنت رو میذارین. خب این اتچمنت چند تا نکته داره. اول میرین داخل این گزینه چرخ دنده رو میزنین تا 100 میکشین، گزینه سیو رو میزنین. خب بعد از قسمت مازل چوکی که انتخاب کردین روی چنج میزنین، اینو میذارین. این اکثر اوقات بیشتر کمکتون میکنه وان شات کنین، بهتره دیگه. آره دیگه، هم اتچمنت که خواسته